ولی در حدیث ها آمدگی است که هرگاهی که مردی که برای او دو زن باشه، دو زن داره، فلم یعدل بینهما، یکی در بین همین دو زن عدالت نمیکنه، میگه یأتی یوم القیامتی و شقه ساقط، روز قیامت اینها با یک طرفی شخ شده بلند می شود. ما همین روزا اگر بعضی ها را بگم که صدقه هم زن دیمت کنه، حق هم دارم. به خاطر برادرای عزیز به همین تلفن ها والله همین گریه خواهرها را میبینی که ما را مقصد زن دویم کردن، هفته ها سراغ ما نمیکنن، برای زندگیم ویران میشود. گفته تو خب کن، خیلی همین که بود مقصد. گفتی همین مردم همین قهینر داشتی، چی مثال اینقدر آفت و مشکلات بالای مثال دخترای مردم میاری؟ همین هینر که نداری، همین غیرت که نداری، چی در کار همین کار کردن؟ خدای مهربان در قرآن گفتگی است فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. شما اگر از عهده عدالت برآمدن نتونین، به یک تش کفایت کنین، به یک تش کفایت کن. زیرا عدل در همین راستا هم مهمه برادر عزیز. زنی دویم شید یا زنی سیم شید معنای او را ندارد که مقصد این باید که یگان حق و حقوق نداره. نه، برامین این مسئله جدیه برادر عزیز. حکومت تا امروز حالی هیچ نکای دیم کاگی نیستم، برای میدونم که این کار خاتمه خوب نداره. کمش میگه یا زن گرفتیم چی گپای زنی دیم. نه، من میگم من نمیرم، من کار نمیرم هیچ وقت، برای که همین زنها دلم خنک شده میدونم شون. بسیار اجده مقصد ممکن باشد در بینشون آدمایی که عدل هم کنند، اکمو استثناء هم هست، ولی گپ در سر بسیاری که من روی تلفن میگم که وقتی که همونها ما را وقتا زاره میکنن که مقصد در محفل معرکه بگو بابا یاجی در همین بابت گپ بزن که همین آدما به حد حق ما را پایمال میکنن. عجایب بیدا میگه زن میگیره، بعد میگه شرط های ما همیه، تماما تلفن نمیکنی. خای انا تا خودم تلفن نکنم. دویم همی که من شوی روزتم، شوی شو نیستم. بیچاره را 5-6 شرط میمونه. خیلی بسیار با فیلم دیگه همه موندگی، متهم، محتاج دیگه. بعد خیلی میگه میلش آخی شریعت اگر تو پیروی شریعت کنی، شریعت شرطاش کیها موندگیه. با تو ای که جا مثال ای پیش خیلی تری شرطا میمونی. همین میبینی نمیشوه چی در کار همین کار کردن. الله را بیخیلش آگاه کیسه نمیتونی از عهدش نمیبروی، همین اعتقاد کفایت کن. حدیث بخاری هم داریم، پیامبر نازنین گفته است که فتقوا الله واعدلوا بین اولادکم. بین اول از خدا بترسید، در بین فرزنداتون هم عدالت کنید. این خیلی نمیشد که در یک فرزند نگاه خوب، دوستداری بسیار، دیگریش در تماما اهمیت نیست. بیشتر همین چیزها برادر از روی مال دنیا می شود. همش که 4 تنگک داره، یک اکسنی خدم رفتگی بچه جون مای اویش که بیچاره خیریش کش کم ترک البته یا که یگان درآمدک نداره، اوش دیگه خیلی که اختیارت بچه میستی همیجا میره یگان جا ایش کاری تو گفته. انمی عدالت ای بین رفتن برادران. در بین فرزنده هم باید پدر و مادر این دوستداریش به همش تقسیم، یک خیل تقسیم شدگی باشه. همه را دوست داشتن در کار، جدا کن در کار نیست. عدالت برادر عزیز دیدین که از همه ما باید عدالت داشته باشیم. هر نفر ما در همه کار باید ما راستی را،
عدالت. لیکن کسی که باز زیر دست داره برای اونا میگه مهمتره که عدالت داشته باشه. عدالت باید که اجرا کنه.